دوستان سلام. آقا بعد از اینکه شورای نگهبان خامنه‌ای شروع کرد به رد صلاحیت‌های گله‌ای و فله‌ای، باند کوسه دست به کار شد و پاتک‌های اعتدالی استارت خورد. مثلا شیخ پری اومد به صحنه و یه قرولندی تو این مایه ها کرد. رئیس جمهور همچنین گفت ما 2 انتخابات بسیار مهم در پیش داریم و حضور مردم در این انتخابات کارساز خواهد بود. نوه خمینی که خودش جز نفرات قیچی شده است، یه هوا از شیخ پری تند و تیزتر ظاهر شد و صحبت از طوفانی کرد که وقتی بیاد صدها رو ریشه کن میکنه. روزی امام گفت مردم هر کجا که صداقت و درستی را ببینند اقبال میکنند و هر جا که اقبال کردند طوفان عمومی جامعه توان ریشه کن کردن هر سدی را خواهد یافت. تا اینجا هنوز کوسه حرفی نزده بود، یعنی مشغول فشنگذاری بود. اما وقتش که رسید پا شد به مناسبت سالگرد ورود خمینی به تهران رفت فرودگاه مهرآباد. نوه خمینی رو با خودش برد و بعد لوله رو چرخوند سمت عظما و بوم 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 بوم. صلاحیت شخصیتی که اشبه به جدش امام خمینی است را قبول نمی کنند. شما صلاحیت خود را از کجا آورده اید؟ چه کسی به شما اجازه داده که قضاوت کنید؟ چه کسی به شما تریبون داد صدا و سیما برای شما باشد؟ اگر امام و نهضت و اراده عمومی مردم نبود هیچ کدام از اینها نیز نبودند. میگه حسن لبگلی اشبه به خمینی بود، یعنی از همه شبیه تر. میبینید چه سیخی میکنه تو جیگر سیدعلی باپور. حالا تا اینجاش یه رگبار کوتاه بود، حرف اصلی از اینجا به بعده. بگذاریم مردم انتخاب کنند. اگر انتخاب را به آنها تحمیل کنیم شرارت و چیزی همچون آن پیش می آید. اگر تفرقه ها عمیق شود نباید منتظر دوام انقلاب باشیم. اکبر کوسه این دفعه یه اسم جدید واسه قیام اختراع کرده، بهش میگه شرارت. یعنی داره ترس خودش از انفجار انبار باروت رو هم برملا میکنه. یعنی همون حرفی که شیخ پری و نوه خمینی زده بودن رو به زبان عظما فهم میزنه و به رفیق 50 سالش میفهمونه که ببین اگه بخوای ما رو بپیچونی ملت میان هممونو میپیچونن. من که قدرتی ندارم که فشار بیاورم که در مورد تایید صلاحیت‌ها تجدید نظر شود، اما باید بگذارید مردم به هر که میخواهند رأی دهند. آهان اینجا همونجاست که دست و پای کوسم شل میشه. یعنی میخواد چاقویی رو فرو کنه تو پهلوی عظما که خودش هم از اون چاقو وحشت داره. این فقط حرف کوسه نیست، باقی جماعت جام زهری هم حرفشون همینه. ما اگرچه به روند بررسی صلاحیت‌ها گلایه جدی داریم، ولی در نهایت با تمکین به قانون در انتخابات مجلس حاضر میشویم. میبینید از یه طرف فیگور اپوزیسیون میگیرن و خامنه رو از قیام میترسونن، از طرف دیگه هم خودشون به پت پت میفتن و از ترس انفجار انبار باروت میگن آقا با وجود هر رد صلاحیتی بازم ما تو انتخابات پایه‌ایم. خامنه هم که نقطه ضعف کوسه رو میدونه همینجا گیرش میندازه. سخنان انتخاباتی امروز آقای هاشمی رفسنجانی و انتقاد تند به شورای نگهبان درباره تایید نشدن یکی از کاندیداهای مجلس خبرگان واکنش‌های متفاوتی رو به همراه داشت. مواضع قبلیش در دفاع تمام قدش از عملکرد شورای نگهبان قانون اساسی منتشر شده. حتی فرد نزدیک به امام هم از قانون یعنی شرکت در آزمون مستثنا نبوده. اسمش بنبست در بنبسته، یعنی هم این افتاده تو مخمسه، همون یکی گیر کرده تو باطلاق.
جفتشون دارن استخون همدیگه رو میجوون، هیچ راهی هم به جلو ندارن. تنها راهی که بازه راه ماست، مایی که باید بزنیم این رژیم رو سود کنی تو زباله دونی. بله آقا جون، معطل نباید کرد. شب همگی خوش. موشکار